دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов به مناسبت سالگرد 95مین اکادمیک نومان نعمتوف کنفرانسی ولایتی علمی عملی برگزار گردیده از خصلت‌های نجیب استاد یادآوری کردند. رکتور دانشگاه ایوب عثمانزاده عاید به خصلت‌های نجیب شادروان نومان نعمتوف معروضه کرد. سهم وی در تشکلیابی مکتب علمی باستانشناسی تاجیک نظررس بوده با کشفیات نادر اهمیت جهانی داشته مشهور عالمیان گشته است. برای تشکل و رشد علم تاریخ‌نگاری تاجیک نسل اولی معرفان دوران شوروی اکادمیک‌ها باباجان غفورов، ظریف رجبov، بهادر اسکندرov، نومان نعمتوف، احرار مختارov و دیگران خدمت ارزنده گذاشته‌اند. نام اکادمیک نومان نعمتوف پایه‌گذار مکتب علمی باستانشناسی تاجیک کشاف یک زمره یادگاری‌های نادر تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان در تمام جمهوری سابق اتحاد شوروی و بیرون از آن معمول و مشهور است. اکادمیک نومان نعمتوف یکی از پایه‌گذاری مکتب علمی باستانشناسی تاجیک می باشد. تحقیقات وی به مسئله ارخئولوژی باستان و عصرهای میانه سرزمین تاجیکستان، تاریخ و آسیای مرکزی بخشیده شده است. موصوف با کشف تمدن استرابشن باستانی، حفریات پایتخت آن گنجیکت، حفریات خوجند باستانی و معین نمودن مکان شهر اسکندریه اسخط نام خود را در صحیفه‌های علمی باستانشناسی ابدی ثبت نمود. محض به شرافت کشفیات و کارنامه علمی نومان نعمتوف تاریخ بیش از 2500 ساله خوجند دقیق و ثابت گردیده سال 1986 آن با تنتنه جشن گرفته شد. سال 1968 وقتی که من دانشجوی کرسی یکمی دانشگاه ملی تاجیکستان گشتم، در همون سمستر اول با ما فن ارکئولوژی باستانشناسی را اکادمیک نومان نعمتوف آمدن سر کردند. ما یک گروه دانشجویان گروه های A و B در آن دانشگاه ملی همین طور بود. وقتی که همون امتحانا را سپردیم تابستان همون سال به شهرستان آمدیم و به حفریات های قلعه قهقه یک قهقه دو قهقه سه ما تقسیم شده به باستانشناسی شروع کرده. در آنجا باز نزدیکتر به اکادمیک نومان نعمتوف آشنایی و شناسایی پیدا کرد. اکادمیک نومان نعمتوف عالمی صاحب مکتب بوده. در مکتب علمی او دهها دکتران و نامزدهای علمی تاریخ، تربیه و تشکل یافتند و امروز کاری پیکاری او را شاگردانش ادامه می‌دهد. نومان نعمتوف به عالمیان درباره فرهنگ مادی همین بنجیکتی قدیمه معلومات‌های معتمد را پیشکش کردند. خاصتا درباره از مثلا قلعه قهقه دیوارنگاره ها کشف می شود که در آنجا ما درباره صنعت همون معماری و صنعت نقاشی و رسامی نیاگان ما تا آمدن دین مبین اسلام معلومات ها را پیدا می کنیم. اینچنین در بسیار یادگاری هایی که در همین شمال تاجیکستان هست، مثلا در مرکز امروزه استرابشن قلعه مغ تپه تل را نومان نعمتوف با شاگردانشان حفریات گذرانیدند، یا که مثلا در نزدیکی دهه نجانی یادگاری نورتپه را با همراهی بیلای و از نظر گذرانیدند و در آنجا موجود بودن شهر قدیمه را اثبات کردند. استاد نومان نعمتوف واقعا هم از زیایانی سرسپرده چهره منور و شناخته شده می باشد که یاد و خاطرات آن کس همیشه در دل شاگردان باقی است و خدمت‌های ارزنده انجام داده استاد در علم باستانشناسی کشور بی‌نظیر بوده. به استاد شهرت و معروفیت بخشیدند. امروز باشد شاگردان و پیوندان کار و پیکاری نومان نعمتوف را ادامه داده در پیشرفت علم و ادب تاجیک سهمی باسزا می‌گذارند. گزارش منظور بختیارزاده و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.